به نظرت ثروتمندترین کشورها از نظر منابع طبیعی کدومن؟ طلا استرالیا. این کشور حدود 13,000 تن از ذخیره کل طلای دنیا رو داره و بزرگترین معدن طلای دنیاست. نقره پرو به سلطان نقره جهان معروفه چون حدود 140,000 تن ذخیره نقره داره. الماس روسیه، کشوری که بزرگترین ذخایر الماس با حدود 990 میلیون قیراط رو داره. اورانیوم استرالیا. این کشور عملاً روی اورانیوم خوابیده چون حدود 1.6 میلیون تن اورانیوم داره. نفت و گاز. ایران با حدود 460 میلیارد بشکه در صدر این جدول قرار داره و بزرگترین دارنده ذخایر نفت و گاز دنیاست. به امید روزی که ایرانمون با این همه ثروت و قدرت به جایگاه واقعی خودش برسه و تسلیت به مردم عزیز کشورمون بابت اتفاقات اخیر. به امید روزهای خوب برای ایران. به نظرت ثروتمندترین کشورها از نظر منابع طبیعی کدومن؟ طلا استرالیا. این کشور حدود 13,000 تن از ذخیره کل طلای دنیا رو داره و بزرگترین معدن طلای دنیاست. نقره پرو به سلطان نقره جهان معروفه چون حدود 140,000 تن ذخیره نقره داره. الماس روسیه، کشوری که بزرگترین ذخایر الماس با حدود 990 میلیون قیراط رو داره. اورانیوم استرالیا. این کشور عملاً روی اورانیوم خوابیده چون حدود 1.6 میلیون تن اورانیوم داره. نفت و گاز. ایران با حدود 460 میلیارد بشکه در صدر این جدول قرار داره و بزرگترین دارنده ذخایر نفت و گاز دنیاست. به امید روزی که ایرانمون با این همه ثروت و قدرت به جایگاه واقعی خودش برسه و تسلیت به مردم عزیز کشورمون بابت اتفاقات اخیر. به امید روزهای خوب برای ایران.